سخت‌ترین جان دادن حبیب خدا صلی الله علیه وسلم همین خیلی جان داد که در حالتی که بود تاو داشت که از بالای همون پرپا میگه دستم میگه میرسونی دستت میسوخت میگه اون قدر وزمینی وقتی که میگه پرسیدنش پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که چقدر کوه را در بالای سینه میگذارن نمیخواد این چی است که میگه امیره که دیدم همین گمونی بعد من نیست شد که نه سخت جان دادن این نشونه مقصد بدی نیست لیکن سخت جان دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون انتخاب کردن خودشون خواستن که سختی و تلخی جان کندن هر چی قدر از ما بگیره امتی مرا با آسانی و با سبکی مثلا راهشون از تخصیص باید اگر شما از ریختن موی سر بیریشید فردگی خرابی و یا درد دل درد گرده درد میده پراستاتی ها دردهای زنانه و مردانه تنقیسی میکشه حتما به رقم های در روی اکران زنگ زنید اگر شما از نام کانال ما مراجعت کنید شرکت شفا فرما با شما تخفیف میدهد. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس امتی مرا با آسانی و با سبکی مثلا راهشون از تخصیص باید خودشون انتخاب کردن خودشون دعا کردن خیلی است که میگه اگر کسی که عادت داشته باشه بعد از نماز فرض باید تلکرسی بخونه عادت داشته باشه الحمدلله همون میخونیم که بعد نماز مثلا باید تلکرسی را یا عمر عادت کنه مداومت کنه برامون میگه یکمی را عادت کنه دویم یک عالم اسلام 7 قدم زده به پیشواز بروه یا که 7 قدم از قفاش گسیل کنه یا 7 قدم زنه پیشواز بروه سلام کنه خیلی یک بزرگ میده میریم سلام میکنیم قدم هم حساب نمیکنیم یا که از قفای همون 7 قدم گسیل کنه باید توکرسی را عادت داشته باشه در وقت جون دادن میگه همه تلخی جون کندن با او درجه آسان میشود که همه خیلی مادر طفلک شیر دادیست است بعدا مثلا شیر دادیست است در دوام شیر دادن خوش میبره و همون طفل این طرفش میکنه دهنش از سینه جدا میشه و خواه درک نداره که ما مکیدی سبدم همون جون همون بنده مسلمان میگه همون خیلی با آسانی قبض میشه که گویا که هم خواه هیچ همین تا با سبکی آسانی همین علم برزخ همین خیلی صفات میکنم که علم برزخ را هر حال ما و شما گاهی دارم بعدا هم یک کتاب روح ابن قیم جوزی کسی را مثال میاره که یک نفر بود میگه زیارت قبر مادر میرفت همین قصه را مخصوص آوردگی در کتابش در حالتی که مثلا آیا همون سوال خودت که آیا در عالم برزخ یا بعد از مردن از حال ما با خبر میشون یا نه یک دلیل قوی حضرت امی از ابن قیم جوزی را که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه که قبرستان میرفت سلام میداد السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا و لکم این خیلی لفظ قطعی با السلام علیکم دار قوم مؤمنین لفظای حدیث گوناگون آمدگی است اگر به شرطی که مرده نشنوه ندانه نفهمه مرده به منزله یک سنگ کلوخ باشه پس پیغمبر خدا سنگ کلوخ سلام داده ایست نه هیچ وقت پیغمبر سنگ کلوخ سلام نمیده همین میگه همین خودش دلالت براموه که همون میفهمه که آدم سلام میده و قاعده هم همین است که مثلا برای پشت به قبله و رو به طرف قبرستان پشت به قبله که ایستادی مردار رو به قبله گور کردگیان که روش به طرف همین آدم میشه بعد سلام میکنه السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا و لکم بعدم تری دوام حدیث هسته انا سلامتا بعد در حقشون مثلا که استغفار میکنه دعا میکنه میگه جوانی بود که همون جوان
هر روز جمعه سحر زیارت قبر مادر میره. به خاطر چی روز جمعه؟ یک حدیث هسته، حدیث ضعیفه. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میگه هر کسی که در سحر جمعه بعد از بامداد زیارت قبر پدر و مادر بروه، انا ثواب حج عمره را نصیب میشوه. حدیث ضعیفه، لیکن حدیث ضعیف هم که باشه بعضی ها به خاطر که مثلا که به خاطر فضایل اعمال حدیث ضعیف استفادهش درسته. همون جوان میگه هر روز جمعه سحر میره، بعدا عالم ارواح از روز بگه جمعه، از بگه جمعه روز جمعه از سحر تا بگش همش شبش تا صبحیدم شنبه را عالم ارواح در قبرستان رفته هاشون است با خبر هستند، آگاهی دارند. از بگه جمعه تا صبحیدم شنبه را اگر کسی زیارت برای دعا کنه همون زمان میفهمه و آگاه خبردار میشه. بعدا میگه هر سحر بعد جمعه میرفت، بعد از نماز بامداد روز جمعه، بعد همین بین چی واقعه میشه که مدت 2 ماه نمیروه. بعدا مادرش در خواب میدره، مادر در خواب میدره، بعد میگه فرزند عزیز میگه انا زیارت ما می اومدی، از اومدن تو من خرسند میشیدم، خشنود میشیدم در بین عالم ارواح. انا همه قبرستانم خشنود خرسند میشیدن، تو 2 ماه نمیوی، برای چی نمیوی؟ از نه اومدنت ما ناخوشیم. این بچه که از این چیزا که هیچ آگاهی نداشت باید گفت یه مادر گفت از همین رفتن ها و زیارت های من تو با خبر هستی؟ خبردار میشه که من پیشت میرم دعا میکنم. بعد میگه در جا مادر گفت ای پسر جان گفت همون کوپر که با بالاش میگذری و با قبرستان میوی، همون کوپر که کلان هر روز 1000 نفر رفته او دارن، 1000 نفر. همون سحر که تو میوی از بین 1000 نفر شلفه آواز پای تو را من حس میکنم و پیشوازی تو میبرم در همون روز جمعه. ببین حالی آگاهی و سبیستر از شلفه آواز پاد من حس میکنم ارواح من پیشوازت میبره. بعد بچه گفت میلش گفت مادر جان گفت خیلی آگاه میشیده، تو میگه گفتی که مادر که دیگرها خرسند میشن اهل قبرستان، خیلی من دعا میکنم مادر ما اصلی تو خشنود خرسند میشه، اهل قبرستان برای چی خرسند میشن با من اومدن من؟ بعد میگه گفت که بچم به خاطره که تو 2 بار دعا میکنی، 1 بار در حق من دعا میکنی، 2 فیدیم در حق اهل قبرستان. ولی عادت همین همه ما و شما هسته این مردار قبرستان که بردیم 1 بار دعا میکنن در حق همه مرده و با 1 بار دیگه دعا میکنن در حق همه اهل مرده هم جمع. همه اون محتاج 1 کف دعاه، محتاج یعنی 1 کف دعا است که یک کس بگه خدا رحمتش کنه هم محتاجن. هر کسی که باشه نباشه محتاجه، خواه عالم خواه مجتهد خواه مفسر، کسی که نباشه بر رحمت خداوند پیغمبرم محتاج است. بر رحمت خدا همین طفلکی که تولد میشه و از دنیا گذشته میشه او گناه نداره کو، طفل یه روزه و یه ماه و یه ساله گناه نداره، همون هم جنازه‌ش میخونیم کو. همین چیه معناش؟ همون هم بر رحمت خدا محتاجه. پیغمبرم جنازه‌ش میخونم، همون هم بر رحمت خدا محتاجه. همه پس اهل قبرستان محتاج هستن. وقتی که دیم بار دعا میکنی گو همه دوستت میدارن خرسند میشن که خب بچه فلانی آمد ولی در حق ما هم دعا میکنن. انا همین را دلیل میکنه ابن قیم جوزی که در عالم برزخ هم عالم ارواح هم از حال ما و شما زنده هم با خبر هستن. این همین در تجربه هم ببینی، گاه یک خواب میبینی همون گذشتگی را خواب میبینی بسیارتر پدر یا مادر یا خواب یگون کس مثلا یگون مرده میدرویه. همه چی هست حالتی هست که وقتی در یگون بلا به سرش میویه یا که یگون حالتی وزنین داره او علاقه در اونجا بخبر هستن، مخصوص پدر و مادر. نه همین خیلی بیان میکنن که او بخبر هستن. البته که همین عادتی مردم ما و شما چی هستین؟ همین خیرات میکنن، صدقات میکنن، در حق مرده ها میکنن. البته که هیچ خودش چیزی درست حق عقیده اهل سنت و جماعت همین است که دعا الاحیاء للاموات، دعای زنده ها برای مرده ها.
و صدقاتهم صدقه زنده ها برای مرده ها نفع لهم فایدهش به اونها میرسه. هم دعا و هم صدقات فایدهش به مرده میرسه. مثل طبقه نور به او رفته میرسه که مو حتی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم البته این خیلی نبود، این خیلی که امروز صدقاتی هست خیلی نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت سعد آمد گفت که مادرم گذشته است، نه به مرگ ناگهانی گفت گذشته است، چیکار کنم در حق مادرم که نیکویی مقصد با او فایده و ثواب برسه. پیامبر امرش کرد با چاه کندن، یا چاه کند از بس که مردم احتیاج به آب دارن، آبی تازه در اونجا نیسته که کمه، آب میخرن این آب یه نعمت بی‌بها است که خداوند به ما و شما عطا کرده. چاه کندن، هر کسی که از چاه آب میبرد به پول، بعد میگه هذا لأم سعد، پولش نمیگرفتن، ثوابش برای مادر سعد، ثوابش برای مادر سعد رفتن میگه. این همین صدقه و روح مادرش پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویقش کرد. برای صدقه برای روح مرده البته که ثوابش میرسه، ثواب داره. اگر چنده که صدقه کننده زیاد ثواب کسب میکنه، مثلا قسمی زیادی صدقه برای کننده های ثوابی مثلا هم این کمش به او میره، زیادش به صدقه کننده های. برای بهترین اجر و ثواب و پاداش همینه که به دست خودت در زندگی بکنی. گر به دست خود خیرموی تر یا قرک به که بعد از ستین خیروری زر. یک خرجین مثلا قبچه تیلو بعدی سرت بتانه نیک یک خیرمو را به دست خودت بتی ثوابی از او بالاتر به دست خودت میکنی.